یه اشتباه، یه توپ ربایی، فرصت برای بازیکنان پرسپولیس، این ضربه پای راست و توی دروازه سخت جریمه میشه. مهدی عبدی جریمه میکنه خط دفاعی مصر رو به جهت اشتباه مهلکی که انجام شدند و بازگشتش به ترکیب اصلی رو با یک گل نسبتاً زود هنگام جشن میگیره مهدی عبدی که 6 گله هم میشه. ربیعی سری به افسوس تکون میده. یحیی یه مقدار تیمش از فشار روحی بازی خارج میشه، حالا 3 امتیاز رو در دست داره. این پاس اشتباهی که داد باعث شد بلافاصله توپ رو قطع کنه، به عبدی برسونه و عبدی هم شم گلزنی خودش رو به رخ کشید. چقدر بی‌مبالاتی کرد مهدی ترکمان در فشار بازیکنان حریف که حضور داشت. پاس راحتی رو خواست بده، موفق نبود. سریع به این ترتیب مهدی عبدی توپ رو به تور دروازه تیم مصر رسوند. پرسپولیس 1، مصر رفسنجان 0.